نوروز 1389 بر همه شما مبارک باد. امیدوارم که امسال هم مثل سال گذشته سالی پر از بهار داشته باشید. راستی تا یادم نرفته شما حاجی پیروز رو ندیدید آقا جون؟ عجب گیر افتادیم با این حاجی پیروز. دیروز تو تهران با هم قرار گذاشتیم، به من گفت تو برو آقا جون من خودم رو میرسونم، ولی هنوز که هنوزه نیومده. عجب داستانی داریم ما با این حاجی پیروز. الو عمو سلام. الو حاجی تویی؟ عمو خودتی؟ سلام حاجی جون کجایی بابا؟ عمو قربونت صدات برم، خیلی گرم عمو، یه ذره آتیشی بیار پایین‌تر. قربونت برم حاجی تو کجایی بابا؟ عمو نیومدی سر قرار، با بچه‌های درون گفتی می‌خوام بریم اشرف، تو هم بیا اونجا عمو، ما منتظر میشیم. عجبا حاجی بازم فرار به جلو کردی بابا جون. آقا جان من تو اشرف پیش بچه‌ها، ما همه منتظر توییم بابا جان. عمو اونجایی؟ آره بابا جون. عمو سلام من بچه‌ها برسون. عمو ببین چند تا عکس استعداد از قیام برات میفرستم تا نگاه کنی، الان میرسونم خودمو. زود باش حاجی، همه اینجا منتظرم بابا، ما منتظرتیم آقا جون، زودی باش بیا بابا. عجب داستانیه. به 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 ماشاءالله حاجی عجب لقدی زده به پاسدار. ماشاءالله حاجی بارکالله. ای والله ای والله بارکالله. ببین چه کار. اوه از دیوارم داره میره بالا. ماشاءالله به این جوونای تهرون. بارکالله.